سلام. یه دوستی گفت که تعیین حد صورت نرم افزاری به ما بگو تو پانل چجوری انجام بدیم. ببین دوستان، الان اینجاست، میایم تو ماشین میاریمش عقب حدوداً. ببین میاریم عقب تقریبا تا اینجا خوبه. این عددی که ماشین داده را چیکار میکنیم؟ توی پارامتر میدیم. ببینید چون حد منفیه، بعد منفیه بذاریم، منفی 300 هزار میکنید، اینپوت میکنید، آقای اینجای بر باشه، منفی 300 میزنید، اینپوت میکنید. آلارم اومده. آلارم چون حد تعیین کردیم اینجا، یعنی دو حالت دستی محور رو میاریم عقب. آلارم چی خودش دیگه میره. الان بریم محور جلو، دوباره به صورت نرم افزاری آلارم میده دیگه، به اون میکروسویچ نمیخوره و راحت اپراتور با چرخوندن هندل میتونه باعث رفع آلارم بشه. یه رسیت هم که بزنه دیگه آلارم میره. ممنون از دوستان. این به همین راحتی، خیلی از مشکلات خیلی کوچیکن. همگی موفق باشید.